لنز اصلی 48 مگاپیکسل. شاید پیش خودتون فکر بکنید که با نسخه‌های پرو یکی شده، ولی نه، عدد 48 شون یکیه ولی سایز سنسور کوچیک‌تره. عکسایی که میگیره عکسای خوبیه. جالب‌تر از اون اینه که پردازش تصویری که روش اتفاق میفته حتی متفاوت از نسخه‌های پروی پارساله. عکسایی که میگیره بعضن از عکسای 14 پرو و 14 پرو مکس بهتره، چون پردازش باعث میشه که دیتیل بیشتری توی عکس ثبت بشه، حتی بعضی جاها عکس‌ها روشن‌تر باشه. برام سواله وقتی پردازنده‌هاشون یکیه چرا نسخه 14 پرو نمیشه همچین تجربه‌ای داشت؟ معلومه دیگه اپل باید یه کاری بکنه که شما بیاید گوشی جدید بخرید. اما توی بخش دوربین واقعا عملکرد دوربینش هم تو عکاسی هم تو فیلمبرداری دقیقاً مثل گوشی‌های اپل و کارش ترتمیزه. دوربین سلفیش هم بد نیست، ولی شرایط نوری بد باشه ویدیوهایی که میگیره بعضن زیاد نویزی میشه. پردازنده A16 بایونیک، پردازنده‌ای که پارسال تو نسخه‌های پرو بود، همه کارا رو هم از نظر بازی و اینا هم از نظر دوربین به خوبی اجرا میکنه و پردازنده معرکه تا 5 سالم که